برنامه تحلیلی و خبری اخباری آزادی. سلام بیننده عزیز، گرداننده برنامه من مومن احمدی هستم. برای روزی 28 فوریه این گزارش ها را داریم. سیستم کانتکت یک راه اساسی دیگری پول فرستی مهاجران به تاجیکستان بسته شد. بانک ملی در این باره چی میگوید؟ قطع پیوسته نیروی برق در شهر دوشنبه مردم پایتخت تاجیکستان را خشمگین و عصبانی کرده است. ما در دوشنبه زندگی داریم، در اگر ناحیه دوردست باشه میگن که ما در قشلاقیم، نه که خیلی دوشنبه شدی. زیر برف و باران صدها دانشجو را برای شرکت در تجلیل جشن نوروز به تمرین جلب کردند. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که بنابر قطع شدن فعالیت کانتکت، یک نظام انتقال پول که مهاجران تاجیک از آن زیاد استفاده میبرند، مشکلات پرداخت و بازپس گرفتن پول پیش آمده است. بانک ملی روز 28 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت سبب مشکلات امر بانک مرکزی روسیه است که اجازه‌نامه کیوی بانک صاحب کانتکت را بازپس گرفت. با گفته بانک ملی به سبب این قرار فعالیت نظام پرداختی کانتکت در تمام کشورهای دنیا از جمله در تاجیکستان محدود کرده شد و حالا پرداخت و بازپس گرفتن مبلغ‌های قبلا انتقال شده غیر امکان است. بانک ملی تاجیکستان گفته است در تماس با بانک‌های مسئول است و سعی دارد پول آنهایی که درمانده است به صاحبانشان برگردانده و یا پرداخته شوند. از میان صدها هزار مهاجر کاری تاجیک در روسیه، تعداد زیادی از آنها با استفاده از کانتکت به عزیزانشان در تاجیکستان پول می‌فرستند. با ادامه سردی ها در کشور، شکایت ها از نبودن برق و خانه های سرد و تاریک زیاد شده است. به فرق از سالهای گذشته، امسال ساکنان شهر دوشنبه هم به محدودیت برق روبرو شدند. ساکنان میپرسند در دهات با بخاری منزل را گرم کرده می شود، اما آنها در بیناهای بلند آشیانه بدون برق چیکار کنند؟ مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله با گروهی از ساکنان دوشنبه صحبت کردند و این گزارش را فرستادند. خانه های سرد و تاریک در روزهای سردترین سال. اینجا بلند آشیانه در پهلوی بازار کاروانی دوشنبه است. صدفما سفر و یک سال قبل با امید زندگی بهتر این منزل را خرید، اما بی‌برقی او و 5 فرزندش را در میان 4 دیوار بیتانی در شرایط سخت گذاشته است. شاومشا سوید مردگی دختر سینفیده دارم، انگه ندارم، مکتب تماما رفته نمیتونه، تسب تاو میکنه، چیکارش کنیم دیگه؟ هیچی مختم کسل قندم پا هم با یک سوزاک چیکار کنیم؟ یگان شرایط نداریم دیگه. محمد رافع حالا 1 ماه نشده است. او را چند قبض لباس پیچاندند که در سردی بیمار نشود. این زنها برای شکایت از بی‌برقی جمع شدند. میگویند بدون برق نه آب دارند و نه لیفت کار میکند. там نیست، آبم نیست دادرجون. پلیس سویت آبات میبیاد پست یعنی دو دستیم. اوه خودم نمیترسم مینه. آدم میتری نمیکرد آخی. توبه. در یک شب چند ساعت سویت می‌کنید؟ دینه 8 ساعت سویت نبود. همین روز با. یا پام داولنی زدگی. وقتی من میسم که سویت کای میشوه، من 13 عاشورت از زندگی میکنم. ما در دوشنبه زندگی داریم، در اگر ناحیه دوردست باشه میگن که ما در قشلاقیم، نه که خیلی دوشنبه شدی. لیمیت خود 5 روز زیاد شد که لیمیت داریم. هر روز میکشن ما را، هر روز. این همین روزی برف ما نداشتیم سویت. گودکاکا دیدن چه یخ کدگی. همه اینا گودکاکا آو در میفرن، ای حولیا آو میگیرن میرون. کمبود برق بعضی ها را مجبور به ترک دوشنبه کرده است. دنقره بیسوی تلفنم میکرد شاخ شدم اینو. بیچاره رفته سای ای بیسویتی. برخی ساکنان برای گرم کردن منزل مجبورند راههای خطرناک را استفاده برند. اینا نویه شامنصور سوید نیست. اینا گاز گیریون کردیم. اینا اینجا جوگای ماه. اینا اینجا بالونی گاز ماندگی. اینا بینین. همین برای ما خطرناک نیست. من مسلمانو را گشته نمیتونم. روزی میشه گریه میکنم. در نمی تمیشینمو. کای سوید میشوه بعد ما میبریم. مقامات وضع پیش آمده را تا حال رسما شرح ندادند، اما نوبدار شبکه‌های برق دوشنبه در صحبت به ما گفت دستور گرفتند که در محله‌های دوشنبه با نوبت برای چند ساعت برق را خاموش کنند. یعنی به گفته این مسئول در پایتخت هم لیمیت جاری شده است. مسئول شبکه‌های برق دوشنبه سبب را به کم شدن آب در آبانبار نارک و زیاد شدن طلبات به برق گفت.
هرچند اول ماه فوریه مسئولین نیروگاه نارک گفته بودند آب در آب انبار نظر به سال گذشته از زیادتر است. لیمیت و کمبود برق از مشکل‌های اساسی برای ساکنان در تیر ماه و زمستان است. هرچند سالهای اخیر این مشکل برای ساکنان دوشنبه کمتر پیش می آمد، تاجیکستان با وجود ذخیره‌های بزرگ آبی نتوانسته است کمبود برق را از بین برد. مقامات عیب را به بارشات ربط می‌دهند، اما برخی ها سبب را در فروش برق به کشورهای همسایه می‌دانند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. دادستانی شهر نوسیبیرسک روسیه از دادگاه خواسته است که خوشنود همرایف مهاجری تاجیک را که دوست دختری 17 سالش را کشته بود 15.5 سال روانه زندان کند. دادستانی روزی 28 فوریه گفت همرایف را به کشتار، قصد کشتار و علاقه جنسی با نابالغ متهم کردند. با گفته مفتشان او دوست دخترش را 17 کارت زده است. مهاجری 28 ساله تاجیک را ماه یولی سال 2022 بازداشت کردند. دوربین نظارتی حمله جوان به دختر روس را ثبت کرده است. مقامات روس انگیزه کشتار را رشک نامیدند. نظر مهاجری تاجیک و نزدیکانش به اتهام مقامات هنوز دسترس نشده است. مادر دختر کشته شده گفته است که خوشنود همراه بارها به دخترش تهدید کرده بود، ولی مقامات چاره ندیدند. 6 پلیس روس را برای خنک نظری به جوابگری کشیدند. ادامه برنامه. یک ساکن ولایت ختلان را به گناه کشتار در زمان جنگ داخلی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کردند. یوسف صالحوف با آن گناهکار دانسته شد که همراه 10 شخص مسلح در ناحیه خراسان غازی ملیک سابق 22 عضو یک عائله را کشت. حادثه تیر ماه سال 1992 روی داده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، لطفاً جزئیات این حکم را بگویید. سلام بینندگان و سلام مؤمن. بله، حکم را دادگاه شهر باختر روز 23 فوریه یعنی جمعه گذشته صادر کرد. بر طبق آن یوسف صالحوف جزا را در زندان نظامش سنگین می‌گذراند. رادیو آزادی بعضی از جزئیات را دسترس کرده است. یکی از منابع آگاه گفت صالحوف را برای کشتن 2 نفر یا از آن بیشتر طبق ماده 104 کادکس جنایی گناهکار دانستند. پیشتر دادستان برای او 15 سال زندان طلب کرده بود. صالحوف را ماه یولی سال گذشته با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر کرده به دوشنبه فرستادند. دادستانی کلی روسیه سال گذشته گفت که کشتار اعضای خانواده 14 اکتبر سال 1992 در دهه سربند ناحیه خراسان حاضره اتفاق افتاده است و در میان قربانیان یک زن حامله‌دار هم بوده است. میرزانبی، دلیل آن کشتار چی بوده است؟ مقامات شرح دادند؟ ببینید، به گفته مقامات هدف این یعنی از این کشتار دست جمعی غارتگری و از خودکنی مالکیت بوده است و پس از قتل اعضای خانواده گروه صالحوف جسدها را بنزین ریخته آتش زدند و با ماشین های همین خانه از جای حادثه فرار کردند. در این حادثه 2 نفر جان به سلامت بردند که یکی از آنها بیبی خال نظرov است که او را در این ویدیو حالا میبینیم. و در صحبت با رادیو آزادی گفت که آن زمان همگی 30 سال داشته است و شاهد صحنه کشتار بود. کوشش ما برای صحبت با نزدیکان یوسف یا جورابیک صالحوف تا این دم نتیجه نداده است. به اطلاع بختاور عبداللهف، یکی دیگر از بازماندگان همین حادثه، صالحوف در مرافع دادگاهی گفته است همراه شخصان مسلح در منزل زیست کشته شده ها بود ولی تیر نزد و کسی را نکشته است. بیبی خال نظرov به رادیو آزادی گفت میخواد همه کسانی که این جنایت وحشیانه را کرده‌اند جزا بگیرند. مقامات تاجیکستان در گذشته درباره بازداشت و حبس بعضی از افراد متهم به صادر کردن این جنایت در زمان جنگ داخلی خبر دادند. یکی از آنها فرمانده پیشین فرانت خلقی در زمان جنگ شهروندی خوجا کریموف معروف با نام خوجا کماندر است که بعد 20 سال فرار در دبی دستگیر و به دوشنبه آورده شد. او را در ماه فوریه سال 2022 به 21 سال زندان محکوم کردند. بعضی از جنایت‌های حادثه 30 سال پیش در تاجیکستان هنوز ناگشاده مانده‌اند و با وجود این چیزا بله خالقزاد و مقاله را در سامانه ما بیشتر بخوانید.
ادامه برنامه. با وجود هوای سرد ده‌ها دانشجو در دوشنبه برای تمرین یا مارشیروفکا آمادگی به جشن نوروز جلب شدند. دانشجویان و والدان آنها میگویند جلب به مارشیروفکا باعث شرکت نکردن در درس ها می شود. مقامات شرکت در چنین چاره‌بینی را بالا بردن حس وطن دوستی می نامند. امیر ایسایف گزارش دارد. یک هفته است که دانشجویان شهر دوشنبه در باغ استقلالیت برای تمرین کرنوال نوروزی گردی هم می آیند. با این حال نگرانی های در مورد تاثیر اجرای این تمرین ها هنگام درس ها در هوای سرد زیر برف و باران مطرح شده است. علیرغم اینکه مسئولان راهپیمایی یا به اصطلاح مارشیروفکا اجازه نوارگیری را ندادند، موفق شدیم از مسافه دور چند نوار بگیریم و با دو دانشجو هم صحبت شویم. در این مدت شاهد به ماشین یاری تجلی بار کردن جوانی شدیم که وضعش بد شده است و او را به شفاخانه انتقال دادند. یک هفته شما در مارشیروفکا قرار داریم. از ساعت 8 تا ساعت 11 این نصیب تا روزی 8 تا 20 مارت. نه تا روزی 8 گفته بودن خیلی چما خیلی گپ خبره. هوا خنک خیلی چه کنیم استودنت‌ها مجبورن استیپندیا میتونن طرف چی مارشیروفکا. استیپندیا سه و اوقات جای خوب دستگیریشان از روی سطح عالیه. 300 تومان سر یک نفر. آدمایی که مارشیروفکا دادن از درس آزاد. وزیر معارف و علم تاجیکستان سعید رحیمزاده در نشست اخیر مطبوعاتی تاکید کرده بود که مارشیروفکاها تنها در وقت بیرون از درس برگزار می شوند. فقط دانشجویان جلب می شوند که بیرون از درس حتما برگزار می شود. اونها رفته شروع میکنن اگر جلب شوند، لیکن گفتم که درس هیچ وقت کنده نمیشه. کارگردان سینما اسکندر عثمانوف بر این است که این تمرین ها را طوری راه اندازی کنند که برای جوانان مشکلی در روند تحصیل ایجاد نشود و به تندرستی آنها زیان نآورد. آنها متخصص باشند شاید قسماً مارشیروفکا را در جایهای پوشیده گذرانند. منتقدان معتقدند که مارشیروفکا یک یادگاری از دوران شوروی است و باید از آن دست کشید. شرکت اپل که با آیفون هایش معروف است ظاهراً از یک طرح دست کشیده است که 10 سال کار سر آن را پیش شروع کرده بود. از طرح استحصال ماشین های برقی که خودش بدون راننده حرکت میکرد. تلاش ها برای استحصال ماشینی که خودش شما را مستقلانه به خانه و یا جای کار میبرد ادامه دارد، ولی معلوم نیست که چنین ماشین وارد بازار می شود. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. شرکت اپل ترمز یک طرح خود را ذکر کرد که هدف از آن استحصال ماشین های برقی بود. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابع خود در این باره خبر داده است. خبرگزاری بلومبرگ هم نوشت که کارمندان مشغول این طرح را برای کارکرد هوش مصنوعی سفربر کردند. شرکت اپل هیچ شرح نداده است. اپل طرح را با نام تایتن آغاز کرده بود و سالها باز قصد داشت ماشین برقی بسازد. طرح هم زمانی آغاز شد که توجه به ماشین های برقی خودران در امریکا زیاد شد. رویترز سال 2020 گزارش داده بود که اپل نیت دارد اولین ماشینش را سال 2024 و یا 2025 وارد بازار کند. ولی طرح با پستی و بلندی ها پیش رفت و پاندمی کووید بازار ماشین های سبکرو را نیز به هم زد. فایز بلندی قرض ها خرید و فروش را کم کرد و تولیدگران ماشین استحصال را کاهش دادند و کارگران را اختصار کردند. حتی شرکت تسلا از فروشندگان پیشرفت ماشین های برقی سرمایه گذاری در این سمت را کاهش داد. عین زمان اپل برعکس شرکت‌های عظیم دیگر به مثل الفابت و مایکروسافت که در محصولاتشان از هوش مصنوعی فراوان استفاده می‌کنند درباره حرکت به این سمت چیزی نگفته است. سپاس بینندگان عزیز، برنامه ما اینجا به پایان رسید. شما خبرهای ما رو در شبکه‌های اجتماعی و سامانه رادیو آزادی پیگیری کنید و بخونید.